پژمان با وثیقه 200 میلیاردی آزاد شد. پژمان جمشیدی ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد. سرگرمی‌های عزیز سلام. توی این ویدیو مجدد به خبر تجاوز پژمان جمشیدی و همچنین خبر خروجش از کشور میپردازیم. لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنید، کانال رو هم سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. تنها چند روز پس از جنجال دستگیری پژمان جمشیدی دوباره اسم پژمان تیتر اول اخبار شد. روز شنبه خبری توسط دوستان پژمان منتشر شد که تا چند ساعت آینده پژمان آزاد میشه و بعد ویدیویی وایرال شد که نشون میداد پژمان با وثیقه 200 میلیاردی آزاد شده. امروز 3 آبان ماه، اتفاق بسیار بسیار خوب. برادر عزیزم و پژمان خان نازنین دوست داشتنی و مردم ایران که واقعا خوشحالن قطعا از دیدن پژمان عزیز و نگران بودن. امین عزیزم مرسی، فدای تو عزیز دلی عزیز. همزمان مصاحبه خانم نیلوفر حامدی با شاکی پرونده منتشر شد. تو این مصاحبه شاکی مدعی شد که من که علاقه‌مند به بازیگری بودم برای آقای جمشیدی رزومه فرستادم و ایشون با من تماس گرفت و برای اخذ قرارداد من رو به خونش دعوت کرد. شاکی اضافه کرد بعد از ورود من پژمان در رو قفل کرد، دست و پای منو بست، مواد میکشید و توی صورتم فوت میکرد و بعد به زور به من تجاوز کرد. اون اضافه کرد بعد از نشه شدن پژمان من تونستم فرار کنم و به پزشکی قانونی مراجعه کردم که تجاوز تایید شد. اون اضافه کرد تست دی ان ای پژمان هم تجاوز رو تایید میکنه. توی این مصاحبه مادر شاکی هم اضافه کرد پژمان تا 50 میلیارد تومان پیشنهاد داد تا از شکایت صرف نظر کنیم، اما ما نه دنبال پول هستیم و نه به فکر انتقام یا اعدام. حرف من این بود که چرا این آدم باید آزادانه بچرخه و عکسش روی بیلبوردهای شهر دیده بشه وقتی با دختر من این کارو کرده. وایرال شدن این مصاحبه سایت هم میهن که اون رو پخش کرده بود توقیف شد و رئیس پزشکی قانونی توی یه ویدیو موضوع تجاوز رو نه تایید و نه تکذیب کرد. خسته نباشید. گفته شده که در پرونده های پژمان جمشیدی بحث تجاوز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفت. اولا ارجاع نشده یا من مطلع نیستم از این. یعنی این صحبتی که یعنی اون فرد شاکی داشتن که دو بار عرض می‌کنم من مطلع نیستم. بعضا افراد غیر مسئولی حرفای خودشون رو از زبان پزشکی قانونی میگن. ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول داره راهبردی داره هر اقدامی که نیاز. البته مستحضر باشین در حوزه اطلاع رسانی که بخش مهمی از پرونده هست، ما یک بخش کوچکی از پرونده هست. به همین جهت اظهار نظرهامون رو به اصطلاح بیان نمی‌کنیم به صورت عمومی. اگر اطلاعاتی دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم خواسته باشن حضور داشتن اصلا به پزشکی قانونی مراجعه کردن. من مطلع نیستم. همچنان موضوع بازداشت و آزادی پژمان جمشیدی جز خبرهای جنجالی روز بود تا اینکه خبر رسید که پژمان جمشیدی در فرودگاه امام خمینی دیده شده و ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرده. اما ابهامات پرونده یا حداقل مواردی که به بیرون درز کرده به دلیل ضد و نقیض‌هایی که در کلام و رفتار شاکی و مادرش دیده شده بسیار زیاده. مواردی مثل زمان و نحوه خروج این خانم از منزل پژمان. اظهارات وکیل پژمان هم جالبه. وکیل پژمان میگه مادر شاکی نه در جلسه رسیدگی حضور داشته و نه اجازه ورود به دادگاه رو داشته. اون تاکید میکنه فیلم رسمی جلسه موجوده و به امضای قاضی رسیده و ادعای این خانم دروغه. همزمان پژمان جمشیدی در یک متن که از طریق اکانت خواهرش منتشر شده گفته این یک تهمت کثیفه و اونقدر ساختگی بودن این سناریو مبرهنه که نیازی به توضیح بیشتر نمیبینم. اون با صراحت و با قسم به دونه‌های خاک مادرش گفت همه داستان این خانم کذب محضه و در ضمن این مسئله یک موضوع قضایی و دستگاه محترم قضایی در حال رسیدگی به پرونده است. اون میگه من تا صدور حکم صبور و در عین حال مطیع قانون هستم. پژمان در آخر درباره خبر خروجش از ایران اضافه کرد همه خانواده من خارج از ایران هستند و من به طور قانونی از کشور خارج شدم و فقط جهت دیدار خانواده و برای دستبوسی پدر عزیزم رفتم تا بهش بگم پسرش همون انسانیه که توقع داره. اما واکنش مردم به این خبر چی بود؟ بر اساس گزارشات طی روزهای گذشته حدود 75% کاربران اینستاگرام در کامنت ها از پژمان جمشیدی دفاع کردند و 3% گفتن حتی علاقهشون به اون بیشتر شده.
بعضی این داستان رو یک سناریوی سیاسی دونستن برای فراموشی خبر عروسی دختر یکی از مسئولین. در این بین فقط 15% از توییت های شبکه ایکس و حدود 2% از کامنت های اینستاگرام با شاکی همدردی کردند. حالا باید منتظر موند و دید آیا پژمان جمشیدی همونطوری که ادعا کرده به کشور برمیگرده؟ نتیجه دادگاه چی میشه؟ حق با پژمانه؟ نظر شما چیه دوستان عزیز؟ لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. ممنون که ما رو توی این ویدیو هم همراهی کردید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و شیر فراموش نشه. خوشحال میشیم کانال رو هم سابسکرایب و زنگوله رو بزنید.